علیکم رفقا، چطور مطورید؟ متی هم خیلی خوش اومدید یکی بار دیگه به یک ویدیو دیگه و یک بررسی دیگه. این بار با بررسی آخرین اسمکدان قبل از مانیند بنک 2025 در کنار شما هستیم. بدون اینکه وقت رو طلب کنم بریم و بپردازیم به اتفاقاتی که تو اسمکدان این هفته افتاد، چون میدونم دیگه همه آماده‌ام برای مانیند بنک و منم سعی میکنم سریع ویدیو رو برسونم قبل از مانیند بنک اینو ببینیم، بعد بریم برای مانیند بنک. در مورد مانیند بنک هم یه ویدیو مفصل ویدیو قبلمون هست. اگرم تا قبل از پخش زنده مانیند بنک دارید این ویدیو رو میبینید، هنوز وقت دارید. ساعت 2:30 بامداد فکر کنم پخش زندهش هستش، پس هنوزم وقت دارید برید و داخل ویدیو قرعه کشی ویدیو قبلیمون شرکت کنید، پیش بینی برنده بازنده رو اینا رو بنویسید و بپردازیم به اونجا. ولی خب از اونجا که بپردازیم به این چرت و پرت چی آقا، اسمکدان امشب اوپنرش کیا بودن؟ اینو بگو شما. اوپنرش آقای ست فریکین رالینز بود که به همراه بران بریکر، برانسون رید و پال هیمن اومده بودن اینجا و ست رالینز صحبتش این بود آقا علاوه بر این که ما میخوایم قدرت رو توی دستمون بگیریم توی ماندی نایت را، برامون فرقی نداره، اسمکدان هم قراره زیر سلطه ما باشه و ما میخوایم قدرت اینجا رو به دست بگیریم. اما خب در کنار ست رالینزی که اومده ادعای مالکیت میکنه، همه میدونیم که در واقع سولو سیکوا و تیمش هم یه جوری ادعای رئیس بودن اسمکدان رو دارند. به خاطر همین هم تم ورود سولو به صدا در اومد. سولو سیکوا در کنار جیسی ماتئو و همچنین آقای جیکوب فاتو وارد رینگ شدن و یک فیس تو فیس جذابی بینشون شکل گرفت که به نظرم اگر درگیری ببینیم بین این 6 نفر میتونه یک مسابقه ببینیم، میتونه چیز باحالی از آب در بیاد. اما خب به خاطر اتفاقاتی که حالا بین جیکوب و حالا جیسی داره میفته، شاید کشیده نشه به این مسابقه 6 نفره، نمیدونم، بعد یکم بره جلوتر، شاید هم کشیده بشه اونجا دیگه مشکل جدی بشه. حالا در ادامه در مورد صحبت میکنیم. اما خب سولو سیکوا دست به میکروفون شد و میگفت ست رالینز داشت یه وقوقایی میکرد، یه چیزی میگفتی، اومدی اینجا میگی من رئیسم و فلان و هیچکس نمیتونه جلوی تو رو بگیره، تو آینده ای و فلان، میگفتی هیچکس جلوی تو نمیگیره دیگه، درسته؟ ست هم گفت آره درسته. میگفت خب الان ما جلوتیم، سلام، میخوایم جلوت رو بگیریم. ولی خب درگیر با هم نشدن، با همون چشم تو چشم کردن کار به اتمام رسید که دیگه ست رالینز تیمش رو برداشت و در واقع میرفت بیرون، داشت میرفت بیرون که یهو دیدیم از پشت آقای جیمی اوسو به سر رسید و اومد و حمله، یک پشه جلو دوربین رد شد و اومد و حمله کرد به کی؟ به آقای جیسی ماتئو و خب قرار بودم امشب باهاش یک مسابقه ای داشته باشه. به همین باب ما رفتیم سر وقت مسابقه اول امشب. جیسی ماتئو در برابر جیمی اوسو مسابقه اول امشب بود که این مسابقه که با دخالت‌های آقای سولو سیکوا و جیکوب فاتو هم تا حدودی همراه بود، اما جیمی اوسو باز هم تونست خودی از خود نشون بده، با اینکه اکثر مومنت‌های مسابقه دست جیسی ماتئو بود به خاطر همون دخالت‌هایی که داشتن می‌کردن و داشت له و لورده می‌کرد در واقع آقای جیمی اوسو رو. اما یک ناهماهنگی بین جیکوب فاتو و جیسی ماتئو که یه جایی اومد کمک کنه، ولی خب به ضرر جیسی ماتئو تا حدودی تام شد، خودش مقصر بود، خود جیسی ماتئو خورد تو جیکوب فاتو. خلاصه بعد از این اتفاقها تونست با یک رول ناگهانی کارو تموم بکنه و برنده مسابقه میتونیم بگیم 2.5 ستاره اوپنر اسمکدان امشبمون. بعد از این رفتیم سر وقت دو تا بک استیجی که داشتیم. اولین بک استیج ما دیدیم زلینا وگا با جولیا دارن یه در واقع صحبتایی میکنن و جولیا داره میگه آقا من مسیرم اینه که بیام سر وقت خانم زلینا وگا، اینو آویزه گوشت کن. اما بک استیج بعدی مهمتر بود و چیزی که متوجه شدیم، دیمین پریست اومد بالا سر جیکوب فاتو و گفت اومدم رک و رو راست مرد و مردونه حرفمو بهت بزنم آقای جیکوب، آقای یعقوب عزیز، میخوام بیام سراغت. و اینو خوب بدون نکته‌ای هم که داشت توی اون بک استیج، ما آقای ناکامورا هم دیدیم اون دور دستا وایساده بود داشت رصد می‌کرد این موقعیت. مسابقه دوم امشب مسابقه بود که خانم زلینا وگا داخلش حضور داشت و از اون سمت ما خانم پایپر نیون رو داشتیم که حالا چلسی گرین و خانم آلبا فایر هم کنارش بودن. مسابقه نو دیسکوالیفای بود و استفاده از هر وسیله هم داخلش آزاد بود و به همین سبب هم ما استفاده از میز و صندلی و در واقع کندلستیک رو میدیدیم توی این مسابقه. مسابقه دوم امشبم به نظر من 2.5 ستاره کافیشه برای این مسابقه و دقیقاً خانم در واقع زلینا وگا همون جوری که اومد هفته گذشته آلبا فایر رو با یک سوپر کودرد شکست داد، اومد پایپر رو کارش رو تموم کنه. اما
چلسی گرین و آلبا فایر دخالت کردن تو روند مسابقه. اما بالاخواه زلینا وگا یک خانم جالبی در اومد. اون خانم جالب خانم جولیا بود، جولیایی که تو همین بک استیج چند دقیقه قبلش دیدیم اومد گفت میخوام بیام سر وقتت، ولی اینجا با یک اندوستیک اومد و بالاخواه در واقع زلینا وگا در اومد که زلینا هم تونست از این موقعیت استفاده کنه و یک پاور بامب بزنه روی میز روی خانم پایپر نیون و برنده مسابقه هم شد که بعدش هم جولیا اومد دست زلینا رو برد بالا که یه خوشحالی الکی داشته باشن. چرا؟ چون جولیا فینیشرش رو زد روی خانم زلینا وگا و این کمک بی خود و بی جهت نبوده، اومده بوده که کرم خودش رو بریزه خانم جولیا. رفتیم مجدد بک استیج، جیمی اوسو و آقای کودی رودز رو داشتیم که داشتن در واقع بک استیج صحبت‌های خودشون میگن. کودی اومد گفت که آقا حالت چطوره؟ اوکی مشتی آماده ای؟ جی هم گفت آره داداش میام بریم بسابیم دهن لوگن پال و جان سینا رو، که از اون ور جیمی اوسو هم اضافه شد. جیمی اوسو اومد بک استیج حال جی رو پرسید گفت حالت چطوره؟ خوبی مشتی گلی؟ از اون ورم جی گفت بابا ولمون کنید هر کی میاد اینجا میپرسه حالت خوبه؟ آقا من خوبم. میزانم میخوام ببینم چه خبر. بریم سر وقت یک مسابقه دیگه، اما قبلش ما یک پرومو ضبط شده از آقای آلیستار بلک داشتیم. آلیستار بلک داخل پروموش از دست الی نایت عصبی بود به خاطر اون مسابقه در واقع تریپل تریت کوالیفایی که داشتن و قرار بود که در واقع یکی بره اونور. اومد آلیستار بلک مس زد، الی نایت اومد پین کرد، لاشخوری طور برنده شد. خلاصه آقای آلیستار بلک ناراحت بود و میگفت آقا بلک مس حرمت داره، شما اومدی ازش لذت بردی، دهنت سرویس الی نایت. الی نایت بعدش وارد رینگ شد. الی نایت اومد داخل رینگ و حالا علاوه بر این که در مورد پنتا یک صحبتی کرد که میگفت واقعا بهش احترام میذارم، فردا قراره باشه. آندراده رو واقعا بهش احترام میذارم، فردا قراره در مانینده بنک لدر مچ باشه. اما علاوه بر اون دو نفر ما سه تا احمق هم توی اون لدر مچ داریم. احمق شماره 1 الگراند آمریکانو، احمق شماره 2 آقای سولوسیکوا و احمق شماره 3 آقای ست فریکین رالینز هستش و داشت یه جورایی تعریف و تمجید رو به عمل می آورد از اون 5 نفری که تو لدر مچ هستن. اما بعدش دیگه آلیستار بلک اومد، قرار بود مسابقه سوم رو بین این دو نفر تک به تک با هم ببینیم که توی این مسابقه که به نسبت دو تا مسابقه قبلی قشنگترم بود و زیباتر هم بود، میتونیم بگیم که از خجالت هم به خوبی در اومدن. اما پایان این مسابقه پایان عجیبی داشت. آقای الی نایت در این مسابقه در واقع در قبل از مسابقه گفتم برگشت به سترالینز گفت احمق. از اون ورم در اوپنر سترالینز برگشت گفت ما میخوایم اینجا رو کنترل کنیم، قدرت رو در دستمون بگیریم، حتی تو اسمکدان. و همین اتفاق هم افتاد. سترالینز با یک کورب استامپ به آقای الی نایت دیسکوالیفای کرد مسابقه رو و بدون نتیجه میتونیم بگیم مسابقه به اتمام رسید که در واقع اومد که دوباره بره یه کورب استامپ دیگه روی الی نایت بزنه، اما آلیستار بلک جلوش رو گرفت و اومد و جلوی در واقع سترالینز ایستاد. اما خب چه روز بعد نبینه برادر، هر کی جلوی ست بیسته بران بریکر با یک اسپیر میره تو شکمش و همین اتفاق هم افتاد. بران بریکر اومد و از در واقع خجالت آقای آلیستار بلک در اومد، اون ورم آقای برانسون رید اضافه شد و از خجالت آقای الی نایت مجدد در اومدن و همچنان قدرت نمایی یک کتازی رو دوست دارم، ولی این سناریو رو دوست دارم. یه چیزی تو مایه های سولوسیکوا نیو بلادلاین رو داشت تأسیس میکرد، تازه میافتادن به جون همه، یه همچین چیزی حمله میکردن. این الان یه ورژن دیگه شه یه جورایی که حتی تو اوپنر هم من الان گفتم سولوسیکوا نیو بلادلاین، یاد یک موضوعی افتادم تو اوپنر هم حتی سولوی تیکی به سترالینز انداخت، گفت داری برای خودت بلادلاین دوباره جور میکنی. الان مثلا بران بریکر حکم جی اوسو رو داره، برانسون رید هم حکم مثلا سمی زین رو داره، یه تیکایی هم بهش انداخت که آره داری ادای مثلا ما رو در میاری، ادای بلادلاین رو در میاری. بعد از مسابقه سوم امشب که من بهش میتونم 3 ستاره بدم تقریبا، رفتیم سر وقت یک پرومویی که دوتا جنرال منیجر ها رو داشتیم، یعنی آدام پیرس و نیکالدیس، و خبر دادن خبری در راه هست. قراره که به زودی تورنمنت کوین اند کینگ آف د رینگ دوباره شکل بگیره. 16 سوپر استار مرد و زن قراره در مسابقات 4 نفره با هم بجنگن. در راند اول 4 نفر، بعدش دیگه مسابقات میشه تک به تک که دقیقا میشه 3 هفته دیگه. یعنی ما فردا که مانینده بنک رو داریم، 3 هفته بعدش یک شنبه 3 هفته بعد قراره که کینگ اند کوین آف د رینگ رو داشته باشیم. اونجا قراره فینالش اتفاق بیفته و پادشاه و ملکه یه جورایی مشخص بشن. که یه نکته دیگه هم داشت، ما بعد از اون قرار بریم سر وقت سامر اسلم و کسی که پادشاه بشه و ملکه بشه میتونه
بره و سر عنوانهای جهانی، حالا چه سنگین وزن چه آندیسپیوتد، مسابقه بده سر تایتل ها با قهرمانهای اون موقع. پس یه در واقع نامبر وان کانتندری خیلی خفنی هم میتونن به دست بیارن، علاوه بر اینکه پادشاه یا ملکه هم میشوند که حالا بعد ببینیم از هفته آینده چه خبره. رفتیم سر وقت پرومو بعدی. تیفی استراشن رو داشتیم، قهرمان حال حاضر برند زنان آبی ها میتونیم بگیم، یا قهرمان کمربند WWE زنان، که اومد و داشت میگفت که خانمایی که قرار فردا برید تو لدر مچ و برنده بشید، اینو بدونید که من خودم رفتم جوانترین در واقع میسمانینده بنک بودم، جوانترین قهرمان حال حاضرم الان هستم و آرزوی موفقیت دارم، اما اینو بدونید که فقط شما قراره که برنده بشید یه شب تو چش باشید، بعدش اگر بخواید بیاید دست بذارید رو من و منو انتخاب کنید برای کش کردن، باید بگم که زارت خواهر عزیز. اما تم ورود کی به صدا در اومد بعد از صحبت تیفی؟ تم ورود ریا ریپلی به صدا در اومد، شخصی که بیشترین شانس برد رو تو سایت ها داره نسبت بهش انجام میشه. من قبلا تو ویدیو پیش بینی گفتم، میگم بیشترین شانس برد رو ریا ریپلی داره، که بعد از ریا ریپلی استفانی واکر و بعدش هم الکسا بلس وارد شدن. 3 تا زن اینور، نیامی، روکسان، جولیا، 3 زنم اونور، و قرار بود بریم برای مسابقه بعدی امشب، مسابقه 6 وومن تگ تیم مچ، مسابقه 4م، بهترین مسابقه شب بدون هیچ شکی این مسابقه بود. من بهش میخوام 4 ستاره رو بدم از 5 ستاره. مسابقه که این 6 تا زن عالی عمل کردن، یه جا در واقع خیلی طول کشید تا با ریا ریپلی تگ بشه و یه جا تگ شد با ریا ریپلی، مردم داشتن آرنا رو می آوردن پایین، انقدر تشویق میکردن. و بعد از تگ با ریا ریپلی کلا مسابقه اوج دیگه ای گرفت به خودش و مسابقه بی‌نظیر عمل کرده، هر 6 زن بی‌نظیر. و نقطه کلیدی این مسابقه این بود که نیامی جایی که میتونست با روکسان پرس تگ کنه ترجیح داد خودشو بکشه کنار، تگ نکنه. روکسان گوشت قربونی افتاد بین اون 3 زن و جر واجر شد و با یه ریپتایت کار تموم شد. و نیامی خیانتی که به گروهشون کرد که فردا تو مانینده بنک هم میتونه داستان بشه براش، باعث شد که برنده مسابقه تیم بیس ها باشن، که البته این 3 تا زن هم فردا خودشون باید با هم درگیر بشن. اما میگم این مسابقه بهترین مسابقه شب هم بود. رفتیم بکیسیجی که خیلی نکته دار و مهم بود. چرا؟ ما سولو جیسی متئو رو داشتیم و داشتن در مورد چی صحبت میکردن؟ در مورد اتفاقی که بین حال جیسی متئو و جیکوب فاتو داره رقم میخوره. سولو سیکا برگشت به جیسی گفت آقا بی خیال شو، اینقدر جدی نگیر بابا، عقل تو کله جیکوب فاتو نی، تو مغز این گوهه گچه، اصلا نمیفهمه چیکار میکنه، اون منو دنبال میکنه، تو بسپار همه چیو به من چیکار میکنم، هندل میکنم همه چیو. که وقتی که سولو و جیسی متئو رفتن، ای دل غافل آقای جیکوب پشت دیوار گوش وایساده بود، همین حرفا رو شنید و اینجوری یکم صدا رو کم کنم بعد اینو بگم تو دلم میمونه. سولو سیکا جان چونمونت پارست داداش، تبریک و تسلیت. اما بعد از این اتفاق خیلی یهویی ما رفتیم سر وقت یک پرومو ضبط شده از برادران وایت سیکس. آقای بودالاس کل محور این 1-2 دقیقه در واقع پرومو رو داشت و صحبت هایی که کرد و خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، گفت که ما اون چیزی که از دست دادیم رو میخوایم پس بگیریم. این ادامه صحبت هفته قبلش رو داشت انجام میداد. ما نگاهی داشتیم به دیویژن تگ تیم و فهمیدیم که برادری و وفاداری رو نمیتونن ثابت کنن و ما میخوایم این رو روی شما انجام بدیم و روی شما تست کنیم. پس منتظر ما باشید که میایم و گور باباتون دیگه پدرتون در میاریم. خیلی خودمونی بخوام بهتون بگم که بعد از صحبت‌های بودالاس برگشتیم بک استیج و دیدیم که پشمای همه ریخته، حتی نیکالدیس هم اون پشت وایساده بود و اونم پشماش ریخته بود. کل راستر تک تیم اسمکدان حالا بودن غیر از پرتی ددلی و حالا لگادو دل فانتازما یه جورایی اونجا حضور داشتن و خب گرخیده بودن از صحبت‌های وایت سیکس. بریم سر وقت مسابقه 5 امشب. مسابقه 5 امشب پنتا و آندراده با هم تیم شدن سر اختلافی که بک استیج با برادران کرید داشتن و چد گیبل. حریفاشون جولیس و بروتس کرید بودن. مسابقه 5 میتونم بهش بگم 3 ستاره 3.5 ستاره داشت این مسابقه. اما از خود مسابقه که بگذریم، از دخالت‌های چد گیبل بگذریم که چد گیبل اومد دخالت کنه. آقای ویکینگو که حریف در یا وایکینگو که حریف در واقع فردای چد گیبل در ایونت ورد کلاید هست، اومد و باهاش در واقع درگیر شد، از روند خارجش کرد. در مورد چد گیبل این نکته بهتون بگم، یکی از بچه‌ها نوشته بود چجوری میشه خب ال گرانده تو مانینده بنک قرار مسابقه بده، اینا میگن چد گیبل، خود چد گیبل هم مسابقه داره با ویکینگو توی ورد کلاید. یه نکته بهتون بگم،
آقای در واقع چد گیبل که مسابقه قرار داشته باشه 4-5 ساعت ایونت ورلد کلایت قبل تر از مانی این ایونت، پس میرسه به 2 تا مسابقه، اصلا پیچ جای شک و شبهه‌ای نیست و خیلی راحت میتونه حضور پیدا بکنه. این نکته‌ایه که در مورد چد گیبل میخواستم بگم. اما توی این مسابقه که در واقع پنتا تونست کار جولیس رو به اتمام برسونه و برنده مسابقه بشن، دیدیم که در انتهای مسابقه دوباره ست رالینز، بران بریکر و برانسون ریدو دیدیم و اومدن حمله کردن به پنتا و آندراده و دوباره اینا برای بار سوم حضور پیدا کردن، اومدن لتوپار کردن این 3 نفر رو، واقعا افتادن به جون راستر اسمکدان، هر کی دم دستشونه رو دارن میزنن و میترکونن. رفتیم تبلیغ و برگشتیم، پال هیمن دست به میکروفون شده بود. پال هیمن داشت صحبت میکرد در مورد اینکه آقا ما خیلی خفنیم، کلید ما ست رالینزی که میره فردا قهرمان، در واقع قهرمان مانینده بنک میشه، یعنی کیف مانینده بنک رو در واقع به دست میاره و در نهایت هم ست رالینز رو به عنوان قهرمان بیچون و چرا و بی همتای در واقع WWE قراره معرفی بکنیم. اما وسط همین جمله آخریه بود که تم ورود کودی رودز به صدا در اومده. امریکن نایتمر آقای کودی رودز اومد داخل رینگ، یه چش تو چشمی شدم با در واقع ست رالینز و گروهش که دیگه رفتن، چون بعدش هم جی اوسو اومد و قرار بود بریم سر وقت جایگاه آخر و ایستگاه نهایی قبل از مانینده بنک. جی اوسو و کودی رودز در ابتدا دست به میکروفون شدن و حالا ابتدا کودی رودز صحبت در مورد حالا مانینده بنک، در مورد جان سینا، در مورد لوگن پال، فقط اسماشون رو داشت می آورد و ریاکت مردم رو نسبت به این صحبت ها میگرفت. از اون ورم حتی جی اوسو برای لحظاتی اومد دست به میکروفون شه و صحبت هایی رو داشته باشه حالا نسبت به آقای دلغک پاولی که قراره بیاد و تایتل جهانی رو بگیره و حالا نسبت به جان سینایی که داره در واقع کوری میخونه براشون و دریغ براشون. صحبت ها رو کاری ندارم چون همه رو داخل چنل تلگرام 0 تا 100 رو میذارم، من میخوام برسم به گل کار، جایی که در واقع تم ورود جان سینا به صدا در اومد و جان سینا اومد با تشویق شدید مردم وارد رینگ شد. قبل از اینکه اصلا بریم سر وقت صحبت‌های جان سینا، سرکله لوگن پاول هم پیدا شد اما بدون تم ورود و از بین مردم اومد و یه ناکاوت پانچ کشید زیر جی اوسو و توی این درگیری دیگه دست بالاتر رو جان سینا و در واقع لوگن پاول داشتن که حتی یه جا اومد کراس رودز بزنه به در واقع لوگن پال. جان سینا با تایتل کوبون تو صورت کودی رودز و با ای های مکرر و ناکاوت پانچ ها و پراگ اسپلش هایی که داشت اونجا میزد لوگن پال، کلا کارو گرفتن دستشون. جان سینا یه چند دقیقه‌ای در واقع دست به میکروفون شد و در مورد این صحبت میکرد که در واقع هیچ کس نمیتونه بیاد کمکتون. خوب نگاه کنید، من نصف سال دارم همچین صحبتی انجام میدم. رویای WWE شما توسط من که آخرین قهرمان واقعی هستم و این کمربند رو با خودم میبرم خونه و توسط لوگن پال که قراره به این قهرمانی برسه و به عنوان قهرمان این تایتل رو ببره بالا، نابود خواهد شد WWE تون و دیگه هیچ کاری نمیتونید برای درست کردنش انجام بدید. که دوباره رفتن سر وقت کودی و در واقع جی اوسو دوباره ترتیبشون رو دادن این دو عزیز رو با یه ناکاوت پانچ و ای و دوباره جان سینا دست به میکروفون شد. مردم هی داشتن شعار وی وانت فروت رو سر میدادن، اشاره میکردن به آرت فروت که سینا برگشت گفت شما نمیتونید فروت رو در واقع بپذیرید. تروت حالا دو معنی میده، یه دونه اسم خدا آرتروت، یه دونه تروت به معنای حقیقت هم هست. داشت دو پهلو یه جورایی صحبت میکرد سینا و باز هم اشاره کرد به اینکه هیچ کس نمیتونه ما رو متوقف کنه، شما یک سری آدمای دروغگو و رقت انگیز و درویی هستید و این برای شما بازنده ها هست. خوب نگاه کنید به من چون آخرین حضورم در بیکرزفیلد اسم شهر رو در واقع گفت و این یادتون باشه که برنده ها کسایی هستن که کتاب تاریخ رو می نویسن. و اینجا کار به اتمام رسید و اسمکدان به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. اسمکدان خوبی بود به نسبت، من اسمکدان رو دوست داشتم. در پایان میخوام یه چیزی بگم و ویدیو رو ببندیم. میخواستم ویدیو کوتاه بشه اما خیلی طولانی شد. در پایان اینو بهتون بگم در مورد رومن رینز، اینکه آیا مانینده بنک میاد یا نمیاد، دو تا تئوری تو ذهنم هست که میخوام بگم. یک، امکان داره توی مانینده بنک حضور پیدا کنه جلوی ست رالینز رو بگیره که نتونه کیف رو بگیره. دو، امکان داره که توی مانینده بنک نیاد، توی راه بعد از مانینده بنک بیاد، جایی که ست رالینز رو شما فکر کنید که قهرمان مانینده بنک شده، کیفش رو بخواد تو مسابقه جی و گانتر کش کنه، کیف رو کش کنه اما رومن بیاد جلوش رو بگیره.
به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ حتما داخل کامنت ها در مورد این نکته آخر بنویسید. بوس، فردا برمیگردیم با بررسی مانی.